استدلال سیاسی نامعتبر بخش دوم. در نظریه های علوم سیاسی political transition در واقع اون بحث گذاره که اینقدر ازش حرف زده میشه. ولی اصلا گذار چیه؟ گذار یک فرایند نهادی و مرحله بندی شده برای عبور از یک نظم موجود که سیاسی است به نظمی دیگر از طریق باز تعریف قواعد قدرت و نه جایگزینی یک فرد با فرد دیگری، بلکه جایگزینی یک نظم با نظم دیگری در روند زمانی. شامل چه مؤلفه های این گذار؟ ایجاد نهادهای موقت یا انتقالی قبل از ورود به گذار، تعریف قواعد تصمیمگیری جمعی قبل از ورود به گذار، تضمین پاسخگویی، تضمین شفافیت و نظارت قبل از ورود به گذار، تفکیک قدرت از اشخاص. هیچ شخصی نمیتواند در مصدر قدرت باشه توی سیستم گذار، باید در فرایند نظم سیاسی قدرت ها تخصیص پیدا بکنن. فراهم کردن بستر آزاد انتخاباتی و رقابتی قبل از ورود به گذار. تمامی اینها باید قبل از ورود به گذار تعریف بشه، نه بعد از نه بعد از اینی که رفتیم داخلش. و افراد هیچ یک در این روند مرجعیت مشروع و تصمیم گیری ندارن. تمامی این ابعاد در نهاد تعریف میشه. بنابراین گذار اساساً یک رویکرد نهادینه، یک رویکرد نهادی است. این یک رویکرد فردی نیست که شما یک فرد رو برگزینید و بعد فکر کنید که اون فرد میتونه براتون گذار رو انجام بده. این نشون میده ما متوجه نشدیم گذار یعنی چی. بنابراین این یک پروژه فردی نیست. یک پروژه فردی هم نمیتونه باشه و فرد هم نمیتونه تعریف کنه، فرد هم نمیتونه انجامش بده. استدلال سیاسی غلط.